وجود استعفای حکومت قزاقستان اعتراضات در این کشور همچنان ادامه دارند. اعتراضگران روز 5 ینور بنای شهرداری الماتا و همچنین بنای قرارگاه پرزیدنت در این بزرگترین شهر قزاقستان را اشغال کردند. بنا به خبرها بنای شهرداری و همچنین چند دفتر حزب حاکم نوراوتان را در الماتا آتش زدند. دفتر شبکه تلویزیونی میر که به تبلیغ رژیم حاکم ایبدار میشد نیز دچار حمله اعتراضگران شده است. بنا به خبرها مقامات قزاقستان اینترنت و علاقه موبیلی را قطع کردند و اکثر سامانه‌های خبری که مسائل قزاقستان را پیگیری میکنند در بیرون از قزاقستان دستنوره شدند. قاسم جمال توقایف پرزیدنت رسمی قزاقستان روز 5 ینور در پایتخت شهر نورسلطان نیز وضع فوق‌العاده و ساعت کماندانتی را جاری کرد. ساعت کماندانتی از ساعت 23:00 دقیقه تا 7:00 دقیقه دوام میکند و در این ساعتها به کوچه برآمدن ساکنان منع کرده می شود. توقایف روز 4 ینور علاقه در شهر الماتا و ولایت منگستاو و بعدا در سراسر ولایت الماتا وقت کماندانتی و وضع فوق‌العاده جاری کرد، ولی این پیش روی اعتراضها را گرفتن نتوانست. یادآور میشویم صبح 5 ینور در پی اعتراضهای گسترده به ضد بالا بردن نرخ گاز در شهرهای قزاقستان از 2 ینور به این سو ادامه دارد. حکومت این کشور استعفا داد. توقایف استعفای حکومت را پذیرفت. علیخان اسماعیلوف را که تا کنون معاون اول سروزیر بود موقتا اجرا کننده وظیفه رئیس حکومت تعیین کرد. استعفای حکومت قزاقستان در پی اعتراضهایی است که روز 2 ینور در شهر ژناوزن در غرب این کشور آغاز یافت و در بین 3 روز تقریبا همه شهرهای بزرگ قزاقستان با شمول الماتا و پایتختش شهر آستانه را فرا گرفت. در اول سبب با اعتراض به میدان ریختن مردم از 1 ینور 2 مرتبه بالا بردن نرخ گاز مایع شد. اکثر ساکنان بخصوص در غرب قزاقستان در ماشین‌های خود از گاز مایع استفاده میبرند و طبیعی است که یک باره 2 مرتبه بالا بردن نرخ آن به کیسه مردم ضربه سخت میزند. در روز 3 اعتراضها وقتی تظاهرات تقریبا همه شهرهای بزرگ قزاقستان را فرا گرفت، مقامات راضی شدند که نرخ گاز را تا به حد 50 تنگه که اعتراضگران طلب داشتند پایین بیارند، ولی دیگر کار از کار گذشته بود. اعتراضگران در میدانها دیگر نه فقط پایین آوردن نرخ گاز بلکه طلب‌های دیگر به مثل استعفای حکومت را گذاشته بودند. همین طور اکنون در میدانها شعار شلکت موسفید برفت هرچی بیشتر صدا می‌گیرد. منظور اعتراضگران نورسلطان نظربایف است که با وجود به 81 رسیدن سن سالش و رسما گویا ترک کردن کرسی پرزیدنت همچنان از پس پرده رهبری تمام امور قزاقستان را در پنجه‌های خود نگاه داشته، پرزیدنت کنونی قاسم جمال توقایف عملاً به یک پرزیدنت لختک تبدیل داده است.